و اما راجع به هفته وحدت، بنده گمان میکنم امروز بیش از همیشه اهمیت این ابتکار بزرگ امام راحل آشکار شده است. اون روزی که امام بزرگوار هفته وحدت رو اعلام کردند و وحدت مذاهب اسلامی و فرق اسلامی رو در جهتگیری ها و در گرایش های عمومی سیاسی و اجتماعی خودشون اعلام کردند، اون روز خیلی از مخاطبین واقعی این پیام نتوانستند اهمیت این پیام رو درک کنند، از جمله مسئولین خیلی از کشورهای اسلامی که اصلا نفهمیدن که چقدر این پیام حائز اهمیته و خیلی ها هم نفهمیدن، خیلی ها هم لج کردند، یعنی به دنبال اغراض گوناگونی که داشتند این پیام رو ندیده گرفتند. امروز ما میفهمیم که این پیام چقدر مهم بوده. حوادثی که امروز اتفاق افتاده، این اختلافات گوناگونی که میان کشورهای اسلامی اتفاق افتاده، این حوادث هولناکی که در بعضی از کشورهای منطقه، در سوریه، در عراق، در یه برهه‌ای، در لیبی، در یمن و در افغانستان، این اتفاقاتی که در اینجاها افتاد، از اینجاها انسان میفهمه که چقدر اتحاد دنیای اسلام مهم بود و یک پارچگی امت اسلامی چقدر عنصر ذی قیمتی بود که امام اون رو اعلام کردن، اون رو درخواست کردن، اون رو مطرح کردن که اگر بود بسیاری از این قضایا اتفاق نمی افتاد.